أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال 13 از کتاب عقیده برای طفل مسلمان. مل مرتبه الثانیه من مراتب الدین؟ چی است مرتبه دوم از مرتبه های دین؟ یعنی درجه دوم دین چی است؟ ما گفته بودیم درجه اول دین اسلام است. درجه دوم دین چی است؟ المرتبه الثانیه الایمان. مرتبه دوم از دین اسلام این ایمان است. درجه دوم. سوال 14. مل ایمان؟ ایمان چیست؟ هو قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح. یعنی معنای ایمان گفتن به زبان است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و اعتقاد کردن به قلب، به دل باور کردن، یقینا به شک و شبهه باور کردن که نیست معبود حق عبادت بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. همین را به دل یقینا باور کردن، اعتقاد کردن و عمل کردن به اعضاها، جوارح، اعضاهای بدن، به تمام بدن یقینا عمل کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات مال دادن، حج کردن، دیگر عملهای فرضی و سنتی، یعنی از جانب الله پیغمبر عمل کردن، انجام دادن. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله مهربان به فرزندان ما و شما عقیده صحیح سالم اسلامی را نصیب روزی گردانده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد